الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بعد از حمد و ثنا و صفت دستی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میکردن با آن طور حالی وضوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را میکنیم و به نام الله تبارک و تعالی شروع میکنیم. پیش از همه کار باید بگوییم بسم الله. بعد از آن که بسم الله گفتیم باید دستهای خود را بشوییم 3 بار تا که آب پاک در روی او دهن ما برود. اول باید مزمزه کنیم و استنشاق کنیم به این طریقه. و استنشاق معنیش است که آب را داخل بینیت میپرتی، پس آن را بیرون میکنیم. 2 بار باید 3 بار این کار را تکرار کنیم. باز آب میگیریم و روی خود را باید مکمل بشوریم به این طریقه و تأکد کنیم که آب در همه جاهای رو رسیده، حتی اینجا هم باید آب برسه. و اگر ریشی ما کم بود باید که آب اینجا هم برسه. 2 بار سنت 3 بار است که روی خود را بشوریم. بعد از آن آب بگیریم و ریش خود را به این شکل، به این طرز تخلیل نماییم تا که آب به هر جا برسه. بعد از آن دست راست خود را به این طریقه میشوریم. با مرفق آب میگیریم به دست راست، با آن را بالا میکنیم تا اینجا. تأکد کنیم که آب رسیده باشی. باز پس آب را از زیر نخونها بیرون میکنیم، چون که گناه ها بیرون میشه، همان طرزی که در حدیث از پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده. باز دست چپ خود را به همان طرز میشوریم 1 بار، باز 2 بار و باز 3 بار. باز آب کمتر میگیریم و سر خود را به این طرز مکملا باید مسح کنیم و پس دستهای خود را پیش روی میاریم و این کلیچهای خود را داخل گوشهای خود میمانیم. به این طرز مسح میکنیم 1 بار، با بیرون گوش هم 1 بار. باز با دست راست خود آب میگیریم، پای خود را به این طرز میشوریم با دست چپ خود 1 بار، این 2 بار و این 3 بار. باز پای چپ خود، اول پای راست، باز پای چپ خود را باید بشوریم به این طرز 1 بار و این 2 بار و این 3 بار. بعد از آن باید بگوییم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. و از آداب دست نماز و وضوء این هست که انسان باید روی خود را طرف قبله کنن و به شستن آب دست کنن. اگر به ایستادن وضوء کرد هم وضوءش صحیح می باشد. بعد از آن باید که هر عضوی خود را 3 بار بشوره. این سنت است و از آداب وضوء است. غیر از سر باید 1 بار مسح کنیم. و همچنین از آداب وضوئی است که در آب مصرف و تبذیر باید نکنیم. و مهم این است که به وقت آب دست و به وقت وضوء باید که ما و شما آب دست را ترک نکنیم، با گپ یا با سخن یا با مردمان مشغول شویم، چرا که موالات در وضوء رکنی از ارکان وضوء است. بعد از این باید انسان اگر میخواست که روی خود را پاک کنه هم جایز است، اگر نمیخواست هم جایز است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.